سلام. میدونستی اگه بخوای از تارنکبوت سریع رد چی بهترین راهش چیه؟ خب من تو این ویدیو بهت میگم. بهترین راه اینه که شاید اولش فکر کنی که با شمشیر راحت‌تر میتونی بکنی و از توشون رد چی، ولی نه، سخت در اشتباهی. باید بهت بگم که زامبیا میان از پشت خفتت میکنن. خب بگذاریم. حالا میدونستی اگه همین الان ویدیو رو لایک کنی من میام دم خونتون این قارچ هندونه رو بهت میدم. بدو لایک کن. آفرین پیسره. بدو دیگه، قارچ هندونه دستمه ها. آفرین. بهترین راه پوشن ویوه. اگه بکوبی زمین توی تارنکبوت چی تمام دیگه، اصلا احتیاجی نیست با شمشیر. اینم نمونه کار. تموم شد و رفت. حالا اگه میخوای ویدیوی کامل این که بتونی پوشن ویوو رو بسازی تو چنلم بذارم، همین الان چنلم رو ساب کن و لایک هم یادت نره. بای. سلام. میدونستی اگه بخوای از تارنکبوت سریع رد چی بهترین راهش چیه؟ خب من تو این ویدیو بهت میگم. بهترین راه اینه که شاید اولش فکر کنی که با شمشیر راحت‌تر میتونی بکنی و از توشون رد چی، ولی نه، سخت در اشتباهی. باید بهت بگم که زامبیا میان از پشت خفتت میکنن. خب بگذاریم. حالا میدونستی اگه همین الان ویدیو رو لایک کنی من میام دم خونتون این قارچ هندونه رو بهت میدم. بدو لایک کن. آفرین پیسره. بدو دیگه، قارچ هندونه دستمه ها. آفرین. بهترین راه پوشن ویوه. اگه بکوبی زمین توی تارنکبوت چی تمام دیگه، اصلا احتیاجی نیست با شمشیر. اینم نمونه کار. تموم شد و رفت. حالا اگه میخوای ویدیوی کامل این که بتونی پوشن ویوو رو بسازی تو چنلم بذارم، همین الان چنلم رو ساب کن و لایک هم یادت نره. بای.